فعالیت فیلیال بانک دولتی امانتگذاری توجیکستان امانت بانک در شهر پنجکین دوام سال 2021 خیلی پرثمر گردیده. از طرف بانک برای میزوجان چندین اقدام‌های نو و خدمت‌رسانی‌های بانکی با صفت خوب راه اندازی شد. در این باره سرور فیلیال شامراد خولوف ضمن صحبت با ما چنین اطلاع داد. در سال 2021 بانک مردمی امانت بانک در فعالیت خود به دستاوردهای خیلی زیادی موفق شد. مثلا ما به وظیفه به عهده ما هست مسئله اول این دادن نفقه و ما تمام نفقه‌خواران را نفقه‌خواران در وقتش در وقت‌های معین کرده شده گرچند که بعض وضعیت مالیوی دشوار باشدن دسترس کردیم. مزد معاش معلمان، آموزگاران، دکتران و دیگر وظیفه‌هایی که نزد ما گذاشته شده است. بغیر از این ما در فعالیت خود بسیار خدمتگزاری‌های و مردم داریم که از آن جمله انتقال مبلغ‌های از خارج کشور داخل کشور، این چنین دادن قرض‌ها. قرض البته در امانت بانک با فایزهای خیلی پست 18 19 20 21 22 تا 24 معین کرده شدگی. در وقتی که ما قرض میتیم اگر قرض توجه کنید 10,000 قرض تیم در یک سال موافق جدول اگر به طور اونیتیت حساب کنید دیگه 1000 سامانی فایز میتید که این 10 فایزی مبلغ میشد. 10,000 به 1000 سوم در یک سال 10 فایز به برابر میشد به طور اونیتیتی. به همین مانند ما خیلی اساساً آموزگاران کارمندان ساحه خدمتچی دولتی کارخانه‌های دولتی بسیار به قرض توجه دارند، بسیار قرض میگیرند و شکرانه که تا امروز ما همیشه سر وقت قرض میتیم و سر وقت مبلغ‌ها گشته به بودجه برمیگردند. البته و مبلغ امانت بانک این مبلغی که کفالت این حکومت جمهوری تاجیکستان است، بودجه دولت است و ما همه وقت در کارشات ما مبلغ‌های ضروری مبلغ‌های وجود دارد، دسترس است و با غیر از این کارخانه‌ها به خدمت رسانی کرده می شود. در ادامه سخنرانی خویش مدیر فیلیال پنجکینتی بانک امانت بانک با ما اظهار داشت که در سال نوی 2022 نیز ما تصمیم گرفتیم که برای میزوجان و شهروندان اکسیاهای نو را جهت باز هم بهتر نمودن قرض‌های امتیازناک عملی سازیم. من تمام میزوجان را تمام مردم شهر پنجکین را به مناسبت فرارسی سال 2022 تبریک میکنم. میخوام که روزگارشان آباد باشد، زندگیشان خوب باشد و مرحمت به بانک مردمی امانت بانک همه وقت ما در خدمت آنها هستیم. من امروز ما در اکسیا داریم مرحمت اگر با کی قرض در کار است و دیگر خدمت رسانی در بانک است ما پیشکش مردم کردی سادیم. ما در یک روزی که همین مردم عصبی آن که قشلاق‌ها دوردست میبیاین میتوانیم که در یک روز همین قرض با حجت‌های پیشنهاد کرده شده مردم قرض‌ها خیلی با فایز پست است. من چیزی که در بالا گفته گذاشتم اگر 10,000 گرید در یک سال 1000 سوم فایزش کین به طور نتیجه 10 فایز تشکیل میکنه یا 30,000 میتیم در یک سال 3,000 سومانی که این به 10 فایز برابر میباشد. با مقصد بیشتر جلب نمودن شهروندان با همکاری‌های متقابلا سودمند با بانک پیشنهاد قرض‌های امتیازناک با فایزهای پست در نزد بینای اساسی فیلیال بانک دولتی امانتگذاری توجیکستان امانت بانک در شهر پنجکین اکسیا برگزار گردید. مسئولین بانک به شهروندان درباره راه و اصول، ترتیب،
пешниҳоди санадҳои зарурӣ ва гирифтани қарзҳои имтиёзнок бо фоизҳои пастро шарҳу изоҳ дода, ҳамзамон таъкид намуданд, ки дар марҳилаи аввал ин аксия аз 2 январ то 1 феврали соли 2022 идома дода хоҳад шуд. мо умед мекунем, ки сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен ҳамкориҳои хешро бо филиали Бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк дар шаҳри Панҷакен ҳамчун башорати нек аз соли 2022 боз ҳам хубтар ва самарабахш ба роҳ мемонанд. гузориши Аббос Ҳамросода Нигмуҳаммад Мирҷонов аз Бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк дар шаҳри Панҷакент.